شما برای آگهی اومدی؟ آره فعلا واسیدیم تا ببینیم چی میگه. واقعیه دیگه؟ واقعی که نمیدونم، فعلا که پلیس اومده یا رو 20 قصفتن بالا. پلیس برای چی؟ نمیدونم، منم مثل شما. پکری؟ ها یکم سرم دارم. چی شد رفتی؟ آره. چی شد؟ چی شد؟ یعنی چی؟ از این چرت و پرتا بود؟ یه چیز می‌بینی سعی کار دیگه میکنن؟ نه بابا نمیدونم، یه عالمه آدم ریخته بود اونجا. پلیس اومد یارو برداشت برد مثل. من دیگه وای نستادم ببینم چی شد. زنه حسابی تو که تا اونجا رفته بودی میشستی ببینی چیه دیگه بدونی اونجا چقدر بدبخت بیچاره ریخته بود که اصلا تا شب رفتم یه سر زدم. هی بالاخره زایی؟ آره دیشب آخر شب در بردیم بیمارستان. صبح 16 اومد. خب اسمشو چی گذاشت؟ امیرعلی. علی. قشنگ. چطوری عمو جان؟ سلام کردیم مامان جون. گوشتاشو خالی بخور. نمیخوام. چرا نمیخوای؟ ببینم 2 ساعت دیگه من میخوای بیای بگی گشتمه. نه. دهنتو باز. نمیخوام. برو بازی. الو علی جان. علی جانم سلام عزیزم. ببین خودتو اذیت نکن، فقط میخواستم ببینم حالت خوبه. یه چیزی بگو بشنوم. قربونت برم. من ببین فقط خواستم بهت بگم که امشب من یه کمی دیگه میام. هلیا با منه. آره عزیزم هلیا با منه.
بفرمایید آقا. بفرمایید به سلامت. تموم شد. بفرمایید. وقتش تموم بفرمایید دیگه. تعطیل. اونا رو بفرست برن. کسی نمیبینن. بفرمایید آقا تعطیل. بفرمایید آقا. آقا جون بفرمایید عزیزم. جرم آقا بفرمایید. به ما گفتن 8 شب به بعد کسی اینجا وای نست. برید آقا بذارید ما هم به کار زندگیمون برسیم تو وضع تباز. از صبح یه لنگ پا اینجا وایسادیم. رسول اینا رو ردشون کن برم بابا کار داریم به خدا. ردشون کن آقا بفرمایید. بفرمایید آقا بابا تعطیل. برو آقا بفرمایید. خانم بفرمایید شما. بفرمایید این طرح کسی نبسته. خونم اینجاست. بالاخره خونت اینجاست یا با این آقا کار داری؟ خونم اینجاست. برای چی پرسیدی رو بردن یا نه؟ همینطوری پرسیدم. همینجوری 2 ساعت وایسادی آره؟ بردم خونت وایساد. اینو بگیرش در نره. بگیرش در نره. چه خبره آقا؟ من چه میدونم چه خبره؟ کی سنگ داد در رفت. پس تو اینجا چیکاره؟ مسئول دفتر شما که نیستیم. ما گفتن که تو خیابون وای نسته. به جای که اینجا وایسی با من جر و بحث کنی برو ببین کی بود. آقا من قرار نیست به شما جواب پس بدم. ناراحتی زنگ بزن کلانتری. این در پایینم ببندید کسی بخواد بیاد بالا ما نمیتونیم جلوشو بگیریم ها. بابا چی شد؟ تموم شد؟ چرا بس نگه داشتی؟ دست ببر بنداز سر. جلال دیگه بهش فکر نکن. آقای آشتیانی تو اینجا چی کار میکنی؟ این همه آدم امروز اینجا چیکار میکنه؟ دخترته؟ اسمت چیه؟ هلیا. خیلی دلم میخواست ببینم. نمیخوام در موردش حرف بزنم. بهت بگم چی شد که رفتم. منم دلم میخواست، اما دیگه در موردش فکر نمیکنم. بابات هنوز از دست من دلخوره؟ بابا 8 سال پیش فوت کرد. خدا رحمتش کن. تو که رفتی گفت دیگه اسم جلالو نیار. اون حلقم که واسه نشون آورده انداخت صندوق صدقات. از زندگیت راضی؟ بد نیست. الهی شکر. بچه داری؟ آره. 2 تا بذار. آره. تو از کجا میدونی؟ حد زدم. البته الان دیگه یه پسر خدا یکیشو گرفت. اون یکم دانشجوه. عراق. سال اول میخونه مهندسی معدن. چی شد فوت کرد؟ مریض شد. خدا بیامرزتش. واسه بچه 5 ساله خدا بیامرزه. نمیدونم اینجور موقع چی باید گفت. ولش کن. نمیخوای بگی برای چی اومدی اینجا؟ قصه این آگهی چیه؟ با همین خط میری؟ آره.
کارش چی بود؟ تولیدی داشت. نمیگم وضع اون چنانی داشتیم، اما از خودمون خونه داشتیم. یه پژو داشت. سالی یکی 2 بار سفر میرفتیم. تولیدی چی داشت؟ لباس بچه. اصلا تا قبل از ماجرای سرشم خودشو نباخته بود. یهو شروع شد. سردرد، سرگیجه، حالت تهوع. تا الان که اختیار خودشم نداره. میتونه راه بره؟ هیچی. نه دستش، نه پاش. هیچی. دکترها چی میگن؟ بالا توی نمارای آخر میگن نشتی مویرگ مغزه. مال همون تصادفه؟ آره. حالا یعنی اگه این عمل انجام بشه درست میشه؟ گفتن 80% برمیگرده. چقدر میگن؟ 80%. نه هزینه عملش چقدر میشه؟ 16-17 میلیون دکترش گفته. من دیگه بعد اینجا پیاده شم. هلیا آقا بیدار این شو. ایسکا پیاده میشن. هلیا پاشو. هلیا ماما بیدار شو. رسیدیم. بگی که فکر مامان رو باشو. ببخشید من نمیخواستم آقا حرف بزنم. بگی کیفتون. یه شماره بهم بده. برای چی؟ مگه نمیخوای عمل شه؟ آقا پیاده میشی؟ نمیخوام خدایی نکرده مزاحمتی برای نه شما. مزاحمتی نیست. یه شماره بده. آقا پیاده نمیشی؟ آقا یه لحظه لطفا ببخش. میشه زنگ بزنم همونجا؟ زنگ بزن. فقط اسم و مشخصاتتو بذار حتما. سلام. چطوری؟ خوبی؟ خاموشش کنم؟ الان برمیگردم. علی جان پاتو بردار. علی مامان اینجا چه بایستادی؟ برو لباس تو درار. هلیه دارم بهت میگم برو لباس تو عوض کن. برو اینجا وای نسا. اشکالی نداره چیزی نشده. باز تو میخوای خودتو ناراحت کنی؟ پاتو بردار پاتو بردار. آه. امروز رفتم سر اون آدرس. کی بود؟ نه الکی نبود. رفتم گفتم شرایطمونو. بعد گفتن متاسفانه. البته قبلش کلی عذرخواهی کردن و اینا. گفتن نمیشه. گفتن شما تو اولویت نیستین. بعد 2 مرتبه هی توضیح دادم. دیدم نمیشه دیگه. گفتن نه. اومدم بیام بیرون یه دفعه یه اومد جلو گفت شما زن علی آقا هستین؟ گفتم بله. گفت زنمو علی خوشگله؟ گفتم بله. بعد یه دفعه داد زد آقا چایی بردارین بیارین خانم بفرمین بشینین. چقدر میشه پول عملش؟ ما همه رو پرداخت میکنیم. نکن. باور کن اذیت نمیکنم. گفت همش رو پرداخت میکنیم. باورت میشه؟ نکن. علی چرت و پرت میگم.
به خدا راست میگم. یعنی اون بخشش که شوخی بود آره، ولی وقتی گفتم شرایطمون چیه پرسجو کردن، مریضی تو پرسیدن، گفتن خیلی خوب شما تو اولویتین پرداخت میشه. مامه چی؟ وامه وامه؟ نه، انگار یه خیری خواسته کمک کنه بلا عوضه. چی چرا؟ یا میخواست کمک کنه. میخواد یک پولی گذاشته کنار کمک کنه، همین. غذام سوخت. بذار الان میام. ولی این شکلی نیست. من به تو نگفتم با لباس عوض کن؟ یه حرفو چند دفعه بادم میزنن. وایسادی باز، برو دیگه. چی؟ چه اینجوری نگاه میکنی؟ مکی همون که الان بهت گفتم میخواد خرج عملی تو بده. چم با تو اومد. هم مسیرش با ما یکی بود، با هم اتوبوس اومد با ما. کیه؟ خب دارم بهت میگم دیگه، همونی که قرار خرج عملی تو بده آگهی داده بود، مسیرش با ما یکی بود، اونم همین با اتوبوس اومد. چرا با تو اومد؟ گوش کن دارم بهت میگم. نمیتونستم بهش بگم که سوار نشو، میتونستم؟ ها؟ اتوبوس دیگه، ماشین شخصی که نیست. لیلا لیلا بله بله آگهی بود. آره آگهی بود، به قرآن مجید آگهی بود. صبر کن بذار بهت نشون بدم. این همون آگهیه که من دیشب اومدم بهت نشون بدم، خودت گفتی چرت و پرته. نگاه کن. مبلغ 30 میلیون تومان جهت کمک به نیازمند پرداخت می شود بلاعوض برای ثبت درخواست روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه 19 یعنی همین امروز الی 21 اردیبهشت از ساعت 8 صبح. آدرس زیر مراجعه فرمایید. اینم آدرسش. راضی شدی؟ اومد اومد. هم مسیر بودیم به خدا. علی من تا حالا به تو دروغ گفتم؟ علی منو نگاه کن. من تا حالا به تو دروغ گفتم؟ خب الانم دروغ نمیگم. من رفته بودم برای اون آگهی. به خدا هم نمیدونستم که اصلا کی این آگهی رو داده. کی داده؟ جلال آشتیانی. ولی به جون تو، به جون هلیا من نمیدونستم. به خدا اصلا وقتی دیدمش برگشتم. بعد گفتم خب بابا منم یکی مثل همه. یه قراری بوده مال 20 سال پیش. چرا اصلا باید منو یادش بیاد؟ یادش اومد. آره یادش اومد.
معلومه چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه. یعنی چی؟ تو میفهمی چی داری به من میگی؟ تو میدونی چی داری به من میگی؟ خیلی بی‌معرفتی، خیلی بی‌معرفتی. تو اینجا چیکار میکنی؟ بابا میگه میخوام بخوابم. نمیخواستی دستشویی بری؟ من برای خودم نمیگم، نصف شب خودت اذیت میشی. میخوای قهر کنی؟ سلام. چیه؟ بیا تو در رو ببند. این پسره کی بود؟ کدوم پسره؟ همین که پشت موتورش نشسته بودی. من پشت موتورش کسی نشسته بودم. تو پشت موتور که سوار نشده بودی؟ تو پشت موتور یارو نشسته بودی کوچه گلکار پیادت کرد؟ خدا پشت موتور کسی. خفشو قسم خدا رو نخور. اسماعیل به خدا اشتباه دیدی. اشتباه دیدم؟ دست انداخته بودی دور کمرش بغلش کرده بودی؟ چی میگی اسماعیل؟ کیو بغل کرده بودم؟ ستاره میزنم لهت میکنم. میگم یارو کی بود؟ کی بود سوارت کرده بود؟ خدا یه دقیقه وایسا الان میگم. خفشو فقط بگو این یارو کی بود؟ اسماعیل تو رو خدا هیچ بخ. میگم این حرومزاده کی بود؟ کی بود؟ مرتضی بود. مرتضی کیه؟ ها؟ مرتضی کیه؟ همین یارو که میاد اینجا؟ ها؟ خب تو چرا پشت موتورش نشسته بودی؟ میخواد دوباره بیاد خواستگاری. بیاد خواستگاری تو باید بشینی پشت موتورش پاتو بچسبونی به پاش؟ دوست پسرته؟ دوست پسرته؟ نه فقط میخواد. اسماعیل میتونم یه چیزی بهت بگم؟ فشو لفظ قلم با من حرف نزن. بگو پشت موتور این یارو چه گویی میخوردی؟ میگم بهت یه دقیقه بذار. خب بگو. زر بزن. میخواست بیاد خواستگاری. میخواست با همه حرف بزنه. چه حرفی میخواست با همه اسماعیل بزنه؟ تو رو قرآن به همه چیزی نگو. یارو اومده خواستگاری ننم گفته نه اون وقت میری تو خیابون باش میچرخی؟
رابیو فیلم دم خونه‌شون. اسماعیل تو رو خدا نمیدونم در خونه‌شون کارش داره. اسماعیل خونه نداره به خدا. یعنی چی خونه نداره؟ تو قبرستون میخوابه؟ تو محل کارش میخوابه. گوش کن به من. زنگ بزن باش قرار بده. باشه زنگ میزنم. بریم تو. من زنگ میزنم. زنگ بزن باش قرار بده. میخوام این حمال با تو چیکار دارین کثافت؟ همسایه تو همسایه حالا میشه پشت موتور یارو نشستی تو محل داری میچرخی. به خدا اولین بارم. زنگ بزن بهش. زنگ بزن بهش. الان زنگ بزن بهش. تو رو جون عزیز. میگم بگیر الان شماره‌شو. زنگ بزن بهش. بگیر موبایلت کن. بگیر شماره‌شو بگیر. تو رو خدا. بگیرش میخوام اینم حرومزاده با تو چیکار داره؟ زنگ بزن. زنگ بزن. زنگ بزن. ول کن دستم. کدوم شماره‌اش؟ ول کن دستمو ول کن دستتو میشکنم. کدوم شماره‌اش؟ گوشیمو بده میگم به قرآن بهت میگم چی شده بود. بده من نمیخوای بدونی. بهت میگم چیو میگی؟ دستم بنال. 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 منو مرتضی. چی منو مرتضی؟ چی؟ یعنی چی محرمیم؟ سیغه چی؟ سیغت کرده؟ چجوری محرمیم؟ عقد کردی؟ ها؟ ننم میدونه؟ ستاره تو خونه ما زندگی میکنی ننم نمیدونه عقد کردی؟ ها؟ چجوری عقد کردی؟ رفتیم مدرسه. خب اون کثافتا نگفتن کسی کارش کو؟ گفتن باید اجازه پدر باشه. تو چی گفتی؟ گفت فوتو آقامو نشون دادم. گفتن چی؟ گفتن خب؟ ستاره چه غلطی کردی؟ تو نون و نمک ما رو داری میخوری؟ ننم نمیدونه عقد کردی؟ همه راضی نمیشد که نمیشد. اون وقت باید با کثافت بریزی رو هم دیگه. خفش اسمون گو جلو من نیار. اسمون کثافتمون جلو من نیار. پس میرم درس میخونم، میرم کتابخونه درس میخونم. میرفتی پیش اونا؟ کجا زن شوهری؟ چاز کن اسماعیل. خفش کثافت. خفشو بهت میگم. چطور اون موقعی که میرفتم این ور اون ور واسه چیز میز میآوردم نمیگفتی با یک حمال بیشوری ریختی رو اب؟ زندت نمیذارم ستاره. زندت نمیذارم. ستاره مادر تویی؟ آره همه. چرا توالت تو نرفتی؟ الو مرتضی. باز چی گفتی خب؟ مجبور شدم. مجبور چی شدی؟ موبایلمو گرفت ترسم اسمس‌ها رو بخونم. یه چیز دیگه میگفتید. گفتم چی؟ منو پشت موتور دیده بود. میگفت بغلش کردی پاتو چسبونده بودی به پاهاش. اصلا به اون چه ربطی داره؟ غلط کرده حواسش به تو بوده. یه داد و بیدادی راه انداخته بود. پیاده گذاشته بود رو سرش. ستاره داری راست میگی دیگه. چیو؟ گفتی خوردم زمین. آره. کجا خوردی زمین؟ جلو در خونه. ستاره خوردی زمین یا زده؟ خوردم زمین. ستاره زدت؟ نزد. مرتضی میگم گوش کن. زده؟ نزد. اصلا زده باشه چیکار میتونی بکنی؟ چیکار میتونم بکنم؟ مرتضی میگم نزد. مرتضی نزد. نزد؟ نزد. به جان خودم. ستاره جان مرتضی نزد. به جان خودم نزد. چیکار کنی مرتضی؟ سریع
دکتر رو نفهمید که نه نره وسایلتو بریزه بیرون برگ مرگا رو ببینه. نه از این کارا نمیکنم. روز بالا گوز شد. تهش چی میخوام بگم؟ آقا زنشم، اینم شناسنامه قانونی شرعی. اما دق میکنه بفهم. آبروم رفت. آبرو چیه؟ 10 دفعه مثل آدم حرف زدم دیگه. چیکار باید میکردم؟ خلاف شرع که نکردیم. یه بار دیگه مادرتو بیار مرتضی، شاید این بار قبول کرد. آقا من ندارم، من ننه بابا ندارم، چیکار کنم؟ ننه بسازم؟ بعدش هم یه دفعه نیاوردم فرق کرد چیزی؟ اینا تو رو به من نمیدن. اینا فکر میکنم من بقیه خواستگار آدمن. مرتضی اگه به عمم گفته باشه چیکار کنم؟ هی میگه چیکار کنم؟ من میگم برو خونه سکاتو جمع کن بریم. 1000 دفعه گفتی گناه داره عمم. من اون نمکشونو خوردم. من میگه چیکار کنم؟ 2000 مرتبه دیگه بهم خواستگاری زنم که بهم جواب رد بدم برگردم. بعدش هم نمیگم که برای همیشه که میدونی چند ماه دوره برمیگردید از دلشون در میارین. چه میدونم معذرت خواهی یه میکنم. فردارم بیار با عمم حرف بزن، بگو من خوشبختش میکنم، یه چیزی بگو قبول کنه. اگه باز گفتن نشی؟ حالا اون موقع یه فکر میکنی. نه دیگه اون موقع هر کاری من گفتم میکنی. میری سکاتو جمع میکنی میری. ستاره واقعی دیگه. ببین من میام. اگه گفتن آره که هیچ، اگه گفتن نه با من میای یا باشه. اسماعیل تا ساعت 4 خونه نیست. خب سر کار اومدی SMS بده. باشه باشه. چه سوار شد؟ نه بود دوری و اسماعیل میبینه. نمیبینه نه بشین. برو مرتضی، فقط یه کاری کن فردا بیای. خب مرتضی آروم برو، یقت هم درست کن. دستم نمیرسه. نمیشنوی؟ این موبایل خودشو کشت. چرا عمه؟ الان میام. الو سلام. نه دستشویی بودم. چی شد؟ نه فعلا که خبری نبود. سر کوچه خودمون؟ نه یه 5 دقیقه دیگه بیا. خب لباس خوب پوشیدی؟ دست در نکن. نه رسیدی زنگ پایینو بزن. خب خداحافظ. خداحافظ. اینا رو برای چی آوردی؟ خوش شده بود. خوش که چی شده؟ نم داره، بو میگیره. ببینم لب تو. زبون نزن زود خوب شه. حسن آقا گفتم این در درست کنه. مرد نداره این خونه که. بله. شما؟ با کی کار داری؟ خیلی خوب یه دقیقه وایسین. اینا رو بگیر ببر بالا ببینم کیه؟ مگه اسماعیل خونه است؟ آره گفته امروز نمیره سر کار. اینجا خیلی آخه راحت نمیشه حرف زدش خانم.
تو پسر خوبی هستی. هر دفعه گل شیرینی میخری میای اینجا. آقا والا نمیدونم به چه زبونه باید به تو بگم. این راه و رسمش نیست پسر من. راه و رسمش چیاش خانم؟ بگید من همون کارو میکنم. ستاره مادر شما برو تو. رسمش اینه که اولا آدم با خانوادهش میاد. دوما شرایطشو باید داشته باشه. خانواده دخترم فکراشونو میکنن. خب خبرشو میدم. چند دفعه تا حالا بهت گفتم نه تو به درد دختر من نمیخوری. ببخشید اینطور بیرون دروسی میگم آخه نه شغل درست حسابی داری. من کار میکنم هاش خانم. تو چی کار میکنی؟ مگه نگفتی سرایی دارم؟ به خدا موقتی هاش خانم. من رفتم اونجا که پول اجاره خونه ندم. به قرآن دارم پولامو جمع میکنم. الانم یه مهندس هست قراره منو ببره سر یه کار درست حسابی. یعنی که آدم آره تو پسر خوبی هستی. ما هم نگفتیم که تو پسر بدی هستی یه خدایی نکرده چی. ولی اینی که خانواده آدم کیه مهمه. پشت و پسله آدم کیه مهمه. من خانواده ندارم هاش خانم. چیکار کنم؟ بابام خیلی سال پیش مرد، مادرم ازدواج کرد، شوهرش نمیذاری بیاد پیش من. از این راست و حسینی‌تر بهتون بگم. خب تقصیر منه؟ یعنی شما میگی یه نفر ننه بابا نداشته باشه نباید ازدواج کنه؟ بابا جان شاید یه کسایی باشن که مسئله براشون مهم نباشه ولی برای من مهمه. من فوق دیپلم دارم هاش خانم، سالمم، معتاد نیستم، سربازی رفتم، حقوق دارم، اینا مهم نیست. فقط ننه بابا داشته باشه. خود ستاره مگه دخترتون رو خوشبخت میکنم هاش خانم. به علی راست میگم. شما واسم مادری کن. فقط یه لحظه به این فکر نکنید که همش بگید نمیشه. تو قسمتت اینجا نیست. تو باید به یک کسی رو پیدا کنی که قسمت خودت باشه. عزیز اینجا چه غلطی میکنی؟ بکش حرف دهنتو بفهم. عزیز چی در باز کردی؟ چرا در روش باز کردی؟ نزنه. کثافت اینجا چه گویی داری میخوری؟ چی شده؟ دهنت هم سرویس میکنم. هر دیگه خواستگاری. چی شده؟ بیا بارو تو خونه عزیز. بیا بارو تو خونه. بیا بارو تو خونه. دو کلمه میخوام با این حرف بزنم. عزیز بیا بارو کنار. عزیز بیا بارو کنار. بگو چی شده؟ بگو. اومده خواستگاری. طرف چیه داری میگیری عزیز؟ تو میدونی دو چه غلطی کردن؟ بگو آقا چی شده؟ بگو. بگو بهش میگم نزنه. الان میگه خواستگاری. الان میگه خواستگاری همون. شو بذار ببینم چی میگه. ایسکو با این دختر از خودش رفتن محضر اخذ کردن عزیز. دروغ میگم. برو تو شناسمت میگم. برو شناسمت میگم. کی عکس کرد؟ چی میگه ستاره؟ عکس کرد یعنی چی عکس کردن؟ یعنی چی عکس کردن؟ یعنی چی عکس کردن؟ چی یعنی برای من نامه نوشته که به همه چیزی نگو تو هم به حالیته. چیکار کردم مگه؟ گناه کردم؟ 10 بار مثل بچه آدم خواستگاریش کردم. این ننه بابا تو بیا ننه بابا تو بیا. من ننه بابا ندارم چیکار کنم؟ ننه بابا داشتی که هم تو این نمیخوردی. آخه من چی تو رو بزنم؟ میگم تو بزنم آخه تو رو چه صفت؟ چی تو بابا کاری ندارم. چی میگه؟ یه دقیقه برف من گوش کن. متی نزد در بره کارش داره. کار داریم اینجا. خانوادگیه. تو بزنم جان. چی شد اصلا؟ خواهش کنم از این. بشین ببینم چی شد. بزنم همینجا لهت کنم؟ دست ورد ببینم چی شد. همچی میزنم از تو کنش. چی شد؟ دست ورد ببینم چی شد. میگم چیکار داری زنده میکنی؟ سرت بگی بالا. از نیستم اگه بزنم پاشی. سرت بگی بالا. سرت بگی بالا بذار خونش بند. من لازم بلند نشم. زرزر میکنی؟ چیکارت کنم خودم؟ برو تو. کی به تو گفت بیرون؟ برو تو. اگه بلند نشم. جنازه‌تو تعبیر نرانیدم بعد. اما بگو نداره. ببین من اگه بردم پیشم دهنتو سرویس. نخور بابا. گفتم سرت بگی بالا. چیزی نیست آقا جون. سرت بگی بالا بذار خونش بند. چیزی نیست آقا جون. چه کاری بود دست خودت دادی؟ شاخ شایی تو من. زر زیادی میزنی؟ رسی نزنش دیگه. کار دارم باید. برو تو. برو تو. بلش کن. چه صافتی به هم زدی؟ برو تو. خفه شو. نزنش میبرمش کنه. نگرش داشت اول رو بچم ببریمش کنون تری. باش سالی پیش سیاتت کنم. بسته دیگه بهجت بیا برو تو.
من مرتضی چند روزی نمیتونه بیاد، من اومدم جاش. خیره ایشالله. کاری پیش اومده براش؟ نه نمیتونه بیاد. چیزی شده؟ بازداشت شده. چرا؟ دعواش شد. اهل این حرفا نبود که. این کاری نکرد، به خاطر من بود. الان کجاست میدونی؟ نه بردنش کلانتری. نگران نباش، حل میشه انشالله. میشه من اینجا بمونم تا مرتضی بیاد؟ تو اتاق مرتضی کارش هم هرچی باشه انجام میدم. نمیدونم، اینو باید به مدیریت بگم. فکر نمی کنم بذارم. خدا من زنشم، شناسنامه‌م همراهمه. دیده بودم چند بار اینجا. مرتضام تو حرفاش میگفت خانومم اینا. دروغ نگفته بود بهتون. الانم هر کاری اینجا انجام میداد میتونم انجام بدم. آخه من باید اینو به مدیریت بگم، الانم دیره. میخوای شما فردا بیا، من زنگ میزنم. جایی داری بمونی امشب؟ نه. خب الان میخوای کجا بری؟ یه دقیقه واسه من یه زنگ بزنم. دعا کن خواب نباشه. طرف جراحه، صبح میره بیمارستان عمل میکنه، واسه همین شب زود میخوابه. الو آقا سلام. تو اینجا چیکار میکنی؟ صبح رفتم کلانتری دم خونم، من گفتن آوردنت اینجا. دیشب چی شد؟ هیچی، من نموندم اونجا. یعنی چی نموندن؟ اسم هر وسیلم. آقا بجام صافت بشم. من اینام هرچی بهش گفتن گوش نکرد. خب کجا رفتی؟ خونه تو. تمومش کن آقا. یه دقیقه. خب اون آقایی که اونجا بود صابر زنگ زد رئیس ساختمون اومد، گفتم من زنشم. وقتی رو آورده خانم اینجا اتاق ملاقات. خب بابا صداتو بیار پایین. گوشی روشن باشه بهت زنگ میزنم باشه؟ نگران نباش. خانم یه دقیقه ببخشید. خانم زیادی نوبت آقا یه دقیقه الان تمام میشه. آقا ببخشید. چیه خانم؟ من برای همین پرونده‌ای که داشتین تو اتاق بود، دعوا شده بود. شما یه چند لحظه بشینید. اسمش چیه؟ مرتضی مسئولی. مسئولی. نسبت چیه باش؟ شوهرمه.
ستاره کوچن تویی؟ بله. چرا نگفتی خود به خانوادت؟ چی میشه حالا؟ نمیدونم. ما اینجا اظهاراتشو می‌نویسیم، اونو باید دادگاه بگه. احتمالاً دیگه است دیگه. اینو نذار اینجا. بده خودش. گفتن بیارم برای شما. بده خودش امضا کنه. چقدر دیش؟ نمیدونم. بهش قانون نوشته شکستگی بینی انحراف دیقه کم نیست به هر حال. یعنی چقدر؟ نمیتونم دقیق بگم. یه پنجم دیگه کامل دیگه. 30 خورده ای. 30 خورده ای؟ میلیون. رضایی بگو یه چای واسه من بیارم. برو رضایت بگی پسر عمته ها. برو رضایت بگی بالاخره آشنا. بیار شما بریت آقا. چرا دیشب این نستدی بهت پول بدم؟ همسایه داشتم نگاه میکردن اسماعیل اینجوری کرد. اگه تو اون غلط نمی‌کردی اسماعیل مرض داشت اونجوری کنه. حالا کجا بودی دیشب؟ همونجا که مرتضی کار میکنه. همونجایی که مرتضی کار میکنه. خاک بر سرت. تو لیاقتت اینه یعنی تو اتاق سرایداری بخوابی؟ برو تو زیر زمین اسماعیل نفهمیدم چیکار میتونم بکنم. اسماعیل رفته از مرتضی شکایت کرده، میخواد دیه بگیره. خودش میدونه، من نمیدونم. حالا هرچی، دیه، زندان، هرچی. مرتضی که پول نداره. نداشته باشه. اون موقعی که گردن کلفتی میکرد میخواست فکر اینجاش هم بکنه. کی گردن کلفتی کرد؟ اسماعیل پرید بهش. نمیشه شما باهاش صحبت کنی؟ چی بگم؟ بگم برو رضایت بده که ستاره برگره تو بغلی مردی که خیلی وقیحی ستاره. وقیح نیستم. نمیخوام شوهرم تو زندون بمونه. میشه شوهرم. تو اسم خریتی میذاری زن شوهری؟ شوهرم. مگه نیومد خواستگاری؟ مگه التماستون نکرد؟ یه بار از من سوال کردی؟ مگه به توه؟ استار سرخورد شدی؟ بهش گفتین بی خانواده ای. رفت مادرش با 1000 بدبختی آورد 2 قلم آرایش داشت گفتین اینا تیکه ما نیستن ولنگ و بازن. چیکار می‌کردی؟ چرا بهش گفتم بی خانواده‌ن؟ چرا حرف تو دهنم میذاری؟ اینی که هر دفعه یه دسته گل بخری بیاد این دبه داری بهش میگن خواستگاری؟ اگه من تو رو به یه همچین آدمی شوهر میدادم اون تو اینا جواب آقا تو چی میدادم؟ نمیگو بچه دست درد نکنه دختر من اینجوری دادی رفت. حالا چند وقت عقد کردی؟ 5. فقط عقد کردی؟ یعنی چی؟ یعنی همین فقط عقد بوده؟ چیه دمه در عزیز؟ شما برو تو دارم حرف میزنم. چیه میگم؟ برو تو میام میگم. عزیز به فرای علی پاشو تو این خونه بذاره از در رفتم بیرون ها. خیلی خوب میگم صدا تو بیار پایین. به قرآن شوخی نمی‌کنم. بیا تو دیگه منو نمیبینی ها. خیلی خوب. بهش بگین نمیام. فقط رضایت بده مرتضی بیاد بیرون. 100 سال نمیگه. تو از این پسر دست بکش. منم با اسماعیل حرف میزنم. من از مرتضی جدا نمیشم. میخوای خودتو بدبخت کنی؟ زندگی شوخیه. عاقل باش. این پسر آزاد میشه میره سر کار و زندگیش. تو هم میای سر خونه. از قول من از حسن آقا معذرت خواهی کنی. فکر نمی‌کردیم اینجوری بشه. خداحافظ. ستاره دختر جان. بله. آقا مرتضی کجاست؟ چند روزه نیست نمیاد؟ میاد مسافرته. ساک بزرگ دارم ما میتونی تو؟ بله الان میام براتون میذارم.
بله صابرم. یه لحظه صبر کنین الان میام. بله بفهم. این حقوق تا دیروز مرتضاست. آی دکتر گفتن باهاتون تصفیه کنم. یعنی چی؟ یعنی باید الان برم؟ از رفتن شما حرفی نزد، ولی وقتی میخوان تصفیه کنن میگردن دنبال یکی دیگه. ولی خب من که همه کاراشون چند روز انجام دادم. میدونم، ولی چند دفعه حالا سراغ مرتضی رو من گرفتن. ماشیناشون مرتضی اینجا پارک میکرد. صداشون در اومده، موندشون بالاست دیگه بابا. یعنی الان چقدر دیگه وقت دارم؟ نمیدونم، شاید تا آخر هفته بعد. از مرتضی چه خبر؟ زندانه. زندان یا بازداشتگاه؟ زندان. فکر میکردم یه دعوای ساده است. چرا اینقدر طول کشید؟ چی شده؟ دیگه میخوام. چرا؟ سیسی رو خورده ای؟ میرفتی صحبت میکردی شاید رضایت میدادن. رفتم رضایت نمیدن. نگران نباش، خدا بزرگ. مرتضی پسر درستیه، خدا کمکش میکنه. مرسی. فعلا خداحافظ. بله. بله. دیروز تو نیازمندی همشهری یا آگهی چاپ کرده بودن. فکر کنم صفحه 15 یا 16. شاید به کارت بیاد. من الان روزنامه‌شو اینجا ندارم، وگرنه بهت میدادم. میخوای شمارت بده، شب رفتم خونه برات SMS میکنم. شمارم؟ من موبایل ندارم. باش، هر جور صلاح میده. در مورد چی هست؟ حالا ببین خودت دیگه. خداحافظ. باش، خیلی ممنون. مرسی. ستاره؟ کوچم. نسبته؟ شوهر. دلم برای تنگ شده بود. منم دلم برای تنگ شده. اونجا راحتی؟ کجا؟ اتاقم. خوبه. خوبه. تا 16 هم با هم تصفیه کرد. خوبه. چقدر دادن؟ 345 تومن. چیزی نگفتی بهشون که؟ نه، گفتم سفری. فقط با آقا صابر گفتم. اون اشکال نداره، آدم خوبیه. در رو قفل کن وقتی میخواد. باش. بی خیال بابا، گریه نکن دیگه، چیزی نشده. بالاخره رضایت میدن میام بیرون. اینا رضایت نمیدن مرتضی. میام بیرون ردیفش میکنن. چجوری ردیفش میکنن؟ این همه پول میخوای از کجا بیاری؟ دکتر رفتی؟ دکتر رفتی؟ آره. سالمه؟ نگفتن چیه؟ نپرسیدم. نپرسیدی؟ نه، گفتن هنوز معلوم نیست. مرتضی جانم. هم اینو برای اینکه رضایت بدن شرط گذاشتن. شرط چی گذاشتن؟ گفتن باید ازت جدا شم. تو چی بهشون گفتی؟ گفتم جدا نمیشم.
دمت گرم. مرتضی دلم نمیخواد اون تو باشی. برای همیشه که این تو نمیمونم. اگه نداشته باشیم پول اونا رو بدیم این تو نگهت میداره. خب حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ بالاخره باید صبر کنیم. به طوری میشه دیگه. چطوری میشه؟ آخه صابر میگفت یکی رو دارن جات میارن. جای من؟ سرایدار میارن؟ بی معرفت. مرتضی اگه اینجا نتونم بمونم کجا برم؟ این بچه رو چیکار کنم؟ به مهندس زنگ میزنن. به مهندس زنگ بزنی؟ چی میشه مگه؟ چند روز بیشتر اینجا نگه میدارن بعدش چی؟ مرتضی اگه تو آزاد نشی. یه دقیقه چی نگو. من شیکم هم بزرگ نشی. میگم یه دقیقه چی نگو. چرا داد میزنی؟ داد نمیزنم، میگم یه دقیقه وایسا فکر کنم. مرتضی چیه؟ چیه؟ هیچ. یعنی چی؟ گفتی مرتضی؟ نه. خب بگو. گفتم یعنی اگه آزاد نشی چی میشه؟ خب چطوری باید آزاد شم؟ به چی داری فکر میکنه؟ خیلی بی‌معرفتی. خیلی بی‌معرفتی. من که چیزی نگفتم. خیلی بی‌معرفتی. من که چیزی نگفتم مرتضی. من که چیزی نگفتم. مرتضی. نوشتن 8 شما اجازه بدین. بله چشم. نه خیر من نیستم. محشری شده از سر صاحب تا اینجا آدم بایسته. پلیس از چی اومده؟ نمیدونم. ببخشید من اینجا خود تغییرات دادم. اب نداره. فرما رو آماده کردی تو؟ آره گذاشتم رو میز. سلام بفرمایید. این آگهی رو کی داده؟ من دادم جناب سرگرد. این چه مسخره بازی رو انداختی؟ مسخره بازی چرا؟ یه آگهیه دیگه. آگهی مردم منطقه خودت کردی میخوای چند دقیقه پول بدی؟ الان مشکل شما چیه جناب سرگرد؟ اینکه چرا آگهی دادن یا اینکه چه تعداد آدم اومدن جلو در وایسادن؟ دقیقاً کدومش؟ یعنی از پنجره بنداز بیرون؟ این یه تعداد آدمه؟ خب هر آگهی برای خودش یه تعداد متقاضی داره دیگه. میگم بیرون رو نگاه کن. منو مسخره کردی یا خودتو؟ این یه تعداد آدمه؟ عصبی میشی شما. یه لحظه بفرمایید بشینید. شما چیکاره اینجا؟ من صاحب این دفتر هستم. یعنی این آگهی رو شما دادی؟ اگه اجازه بدی من توضیح میدم. من فروتن هستم، مالک این دفتر. ایشون هم آقای آشتیانی از دوستان بنده هستن. فرهنگی ان ایشون، دبیرن. از من خواستن 3 روز آخر هفته چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه دفتر رو در اختیارشون بذارن. همین. کارت چیه شما اینجا؟ اینجا دفتر تبلیغاتی. شما همه آگهی روزنامه رو چک میکنین؟ صدفان امیلیان میبرش پایین.
اجازه بده آقای امیر، خواهش میکنم یه لحظه. من میخوام ببینم مشکل چیه. تجمع این همه آدم اونم تو منطقه مسکونی غیر قانونیه. خب این که مشکل ما نیست که، ایشون یه آگهی داده، نیتش هم خیر بود. از کجا میدونسته این تعداد آدم جمع میشه؟ مردم 100 برابر این میبخشن، نمیذارن کسی بفهمه. 30 میلیون میخوای خیرات کنی، عالم آدمو جمع کردی که بگی چی؟ من خیلی آدم خیریم، من فردینم. آره من عقده حقارت دارم. مشکل شما چیه؟ من آدمایی که عقده حقارت دارن رو میبرم. اینو بیارش پایین. اجازه بده بریم. دستفن نمیخواد. بیارش. یه دقیقه هیچی نگو. من اعاده حیثیت من نمیدونم درست یا غلط، ایشون خواسته اینجوری پولشو ببخشه. این کجاش غیر قانونیه؟ کلانتری مشخص میشه غیر قانونی هست یا نه. ببرش پایین. شما اصلا اجازه نمیدی من توضیح بدم. جرمی اتفاق نیفتاده که. به چه جرمی داری این آدم بازداشت می‌کنی؟ به جرم اختلال در نظم عمومی. اختلال کدوم اختلال؟ جمعیت رو فرست. والا اگه پلیس و اینا نبودن مردم الان مرتب وایساده بودن تو صف. آروم. یه آگهی بوده. چرا اینقدر مسئله رو پیچیده می‌کنی؟ شما یه آگهی مثل این آگهی به من نشون بده، من حرفتو قبول کنم. بفرمایید جمع نشید. تو روزنامه هست. بفرمایید جمع نشید. بفرمایید یه آدمی رو بازداشت کنیم به این جرم که داله هم چه آگهی نبوده. کجا شور محسوب میشه؟ من قرار نیست با شما بحث کنم. بفرمایید آقا جمع نشید. بفرمایید. پس فردا که آگهی بده فکر موتوری با 10 میلیون تومان حقوق. مادر من خبر. آدما میریزن اینجا، جمعیت خیلی بیشتر از این جمع میشه. که جرم محسوب نمیشه که. جرم من تشخیص میدم نه شما. بفرمایید. از سر چهارراه نرفتی که اینجا همینطوری آدم وایساده. از صبح تا حالا 100 نفر زنگ زدن میگن اینجا چه خبره. بفرمایید برید. بفرمایید جمع نشید. جمع نشین آقا بفرمایید. چه میدونم میگن جرمه. چه جرمی؟ کسی اختیار منو خود جمع نداره. بگیریم بریم اونایی که زدن شما به فاطمه زهرا اینجا وایسادن با این قلب درد کنه، با این پاهای مریضه. منطقه‌ای که شما اعزام میشید منطقه پرتجمعی هستش، احتیاط کامل رو داشته باشید. بفرمایید. نگو دستدیه اسدی به گوش باش، داره صحبت میکنه، چند از صبر کن. عجله کن. آقا بیرونم ندیستم باش موضوع من شاهد دستور بویروز ایشالله حلالا بویروز بگو اسدی. دفترگاه نراقی به پایین کاملا بسته شده. ماشین گشت اومده، تجمع زیاده، هیچ جور نمیتونه بیاد سمت شما. دستور چیه؟ فقط متفرق کنیم. بگو سرباز پیاده کنن، پیاده بیان. اجازه برخورد هست؟ راه هست ما بیایم بیرون؟ خیلی بعید میرم قربان. هم بفرما قربان. من خراب کردم، تو خرابترش نکن. این جماعت نصف شب اینجا، بذار بیام بودم. هم بفرما قربان. اجازه هست؟ بعدش هر وقت هر جایی که بگی میام. خواهش میکنم. یه دقیقه امیریانو صدا کن. جمساو یه لحظه. بله قربان. اعلام میکنیم تا 8 همین امشب وقت دارن. فردا و پس فردا هم تعطیله. همه رو به صف میکنین، سر تای خیابون هم میبندین. صدا هم از کسی در نیاد. قربان جان سنگ فرمودن که همه رو متفرق کنیم. چجوری؟ متفرق کن دیگه. دستور قضاییشو خودم میگیرم. کاریو که بهت گفتم بکن. برو. زد شما. فقط دعا کن اتفاقی نیفته، وگرنه دیگه رنگ خونتم نمیبینی. نه مشکلی نیستش، فقط یه چند لحظه بعد به ما اجازه بدین الان شروع میکنیم. ببخشید.
جلال چی گفت؟ هیچی ولش کن مهم نیست. خسرو زمان نداریم 10 تا بفرست. ببین اونایی که وضعشون ناجورتره فرماشونو جدا بزن. بفرمایید داخل 10 نفر بفرمایید شما. سلام علیکم. بفرمایید. سلام. از این طرف می‌زنم. بفرمایید. چند لحظه اگه اجازه بدید عباس بدید. شما بفرمایید. اجازه بدید. خانم شما بفرمایید اینجا بشینید. شما بفرمایید آقا اینجا بشینید. الان فرمانم میاد. ببخشید. بله. اسم فامیلتون سمیه مهمان دوست. یه لحظه. خسرو جان این فرما رو بده بهشون، خودشون اسم مشخصات رو بنویسن. بله. سنتون 37. شغل خدمات بیمارستان. مجردی یا متحد؟ شوهرم فوت کرد. اسم مشخصات. چند تا بچه داری؟ 3 تا. بفرمایید لطفا. شما میتونید خودتون بنویسید یا نه؟ شوهرم 3 سال فوت شده. از ساختمون افتاد. اول کارفرماش قرار بود یه پولی به خاطر فوت شوهرم بده. گفت اگه شکایت کنین چیزی دستتون رو نمیگیره. ما هم ترسیدیم شکایت نکردیم، نرفتیم دادگاه. یه 2-3 ماهی همینطور ما رو سردوند. هر از گاهی یه پولی چیزی می آورد برامون، ولی بعدش دیگه هیچ خبری ازش نشد. آدرسش رو پیدا کردم، رفتم دنبالش. گفتن از اینجا رفته. 1 سال گشتم تا پیداش کردم. دم در مغازش با چند نفر وایستاده بود. گفت اینجا سر و صدا نکن، برو بالا میام. رفتم بالا. 10 دقیقه بعد اومدم. در از خودش دیگه نمیتونم. 3 بار ریختم هی چلوندم. واقعا دیگه بیشتر از این نمیتونم. چند نفر شدن؟ الان 47 نفره. 116 نفر رو دیدم. یه بار ریختم 70 و چند نفر. یه بار دیگه 60 خوردی. مال تو چند نفر شده؟ 64-65 نفر. کم کردی انقدر؟ جلالی سیگار رو هم بده. یه چیزی بگم. کارت خیلی احمقانه بود. ببخشید آقا. فکر نمی‌کردم اینجوری بشه. بگو. خب چی بگم؟ چیکار می‌خوای بکنی؟ نمیدونم. بالاخره که باید یکی رو انتخاب کنی.
اون پسره بود اومد نشست جلوت تیک داشت. گفتم دیگه از این داغون تر نداریم. 10 نفر اومدن نشستن، اون بیچاره جلوشون پادشاه بود. آدم بزرگا رو بذاریم کنار، بچه‌هایی که مشکل دارن داری مسئله شخصی میکنی؟ آره خب خسرو مسئله من شخصیه. اگه شخصیه پس چرا این همه آدم الاف کردی؟ قبول نداری بچه‌ها ضعیف‌ترن؟ نه که قبول ندارم. کی گفته تو میتونی تشخیص بدی که کی چی تره؟ من نگفتم میتونم تشخیص بدم. اینو قبلش باید فکر میکردی. قبلش باید فکر میکردی که نمیتونی تشخیص بدی. نه اینکه 2000 نفر آدم بیاری منطقه خودت بکنی. چند نفر بودن امروز؟ من نشمردمشون خسرو جان. اتفاقا باید میشمردی. بهت بر نخوره. خیلی کار احمقانه ای بود. من که قبول کردم که همون موقع که گفتم آره. اگه آره باش. پس یه جوری جمعش کن. یکی انتخاب کن قالب کن. خسرو میدونم امروز خیلی خسته شدی، ولی فکر نمی‌کنم یه راهش باشه. حق بده یه ذره بابا. هر آدمی یه ظرفیتی داره دیگه. از صبح بشینی بشنوی بالاخره یه جایی میزنه بیرون دیگه. یه پیشنهاد بدم. اونایی که انتخاب کردی بده به من، با اینا بر میزنی یکیشو در میاری. خب اگه اینجوریه چرا صبح تا حالا اینقدر وقت گذاشتی؟ میگفتیم مسماشونو بریزن توی صندوق یکیشو در میآوردیم. نه اینطوری هم نیست. ما بالاخره کلی آدم انتخاب کردیم. انتخاب چی کردی؟ به قول خودت اینم شعور من و تو بوده دیگه. شاید خیلی از اونایی که گذاشتیم بیرون مستحق‌تر. خب آره منم همینو میگم اصلا داریم از سرمون بازش میکنیم. داریم مثل یه شر نگاش میکنیم. اصلا موضوع شهر نیست. من میگم تو محل قضاوت نیستی. یعنی هر کاری بکنی نمیتونی انتخاب کنی. اصلا بگیرش در نره. چه خبره آقا؟ چه میدونم چه خبره. کی سنگ زد در رفت. پس تو اینجا چی کاره ای؟ مسئول دفتر شما که نیست. من گفتم که سوتی‌ها معاینه است. به جای که اینجا وایسی با من جر بس کنی برو ببین کی بود. آقا من قرار نیست به شما جواب پس بدم. ناراحتی زنگ بزن کلانتری. این در پایینم ببندید کسی بخواد بیاد بالا ما نمیتونیم جلوشو بگیریم ها. یه کاری میکنه هر چی آدم از دهنش در میاد بهشون بگه. به نظرم یکی از اونایی که وقت بهشون نرسید. خسرو. بله. بیا بردار. چیو؟ مگه نگفتی بر بزنیم؟ چلا تلخش نکن. اگه یه جایی نشستی که میتونی انتخاب کنی انتخاب کن. بگو این. ولی من دیگه نیستم. نمیتونم. برای من این با اون هیچ فرقی نمیکنه. بحث اینا نیست. من دلم میخواست. من میدونم تو دلت چی میخواست. من میگم هر کدوم اینا رو اگه انتخاب کنی بازم عذاب وجدان داری. چشمتو ببند، دستو بذار روی یکیش. میگی تقدیرش بوده. جلال من نگاه کن. هرچی غیر این اشتباه شک نکن. ببخش امروز خیلی اذیت شده.
جلال دیگه بهش فکر نکن. آقای آشتیانی، تو اینجا چیکار میکنی؟ این همه آدم امروز اینجا چیکار میکنه؟ دخترته؟ اسمت چیه؟ هلیا. تو مگه پارسال نگفتی دیگه نمیکشم؟ نمیخوای حرف بزنی؟ در مورد سیگار نه در مورد همین. جلال کاش نظر منم میپرسیدی. من بهت گفتم میخوام چیکار کنم. گفتی ولی نظرمو نپرسیدی. میدونستم نظر چیه. پس از اول چرا در موردش حرف زدی؟ اصلا نمیگفتی ماشین پیدا شده. فکر کن از اول نداشتیش. تو خودت اینو گفتی دیگه. نگفتی؟ اون مال وقتی بود که ماشین پیدا نشده بود. وقتی پیدا شده چرا باید فکر کنی نداریش؟ ها؟ چرا باید فکر کنی نداریش؟ مگه ما تو چه وضعیتی داریم زندگی میکنیم جلال؟ خیلی داریم؟ یه برج حقوقتو ندن لنگ همین اجاره خونه موندی. یه چند وقتی حالم خوب نیست. میتونی چی نگی؟ یه چند وقتیه نه. تو 11 سال حالت خوب نیست. جلال اون بچه منم بودین 100 دفعه. تو 11 سال نه شوهر منی نه پدر اون یکی بچت. این شناسنامه‌مه، اینم اسم آقا مرتضاست، اینم عکسشه. دادگاهش تشکیل نشده ولی اون آقای تو دادسرا که پروندهشو مینوشت گفت 30 خورده میلیون. به خدا مرتضی تقصیری نداشت. پسرم میگه او پرید بهش سرش رو بلند کنه خورد دماغ پسرم. تو شبا اینجا میخوابی؟ بله. البته گفتم فقط تا آخر هفته بعد. آقا اینجا سرایه‌دار مرد میخواد. یه نفر رو گفتن سه‌شنبه بیاد. بعدش میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. ببخشین آقا فضولی ها. الان خانم آقا مرتضی انتخاب کردی؟ بله. خدا رو شکر. راست میگین آقا. خدا رو شکر. تو رو خدا. بله فقط یه مسئله هست. من آگهی کردم 30 میلیون ولی نصف این پول بیشتر نمیتونم بدم. ولی آخه اونا گفتن 30 خورده ای. راست میگه آقا. ما دیشب با خانومم و پدر خانومم هم ایشون رفتیم دم در خونهشون. رفتیم یه بساطتی کنیم. هر چی گفتیم انگار نه انگار. لج کردن آقا. پول بهونه شونه. همش میگن با جداشه. من نصف این پول جای دیگه وعده کردم. بازم خدا خیرتون بده آقا. بزرگی کردی. ولی آخه اونا گفتن 30 خورده ای میخوان تا مرتضی آزاد شه. میدونم ولی حقیقتش اینه که منم به کسی دیگه قول دادم. حالا از اول که این پول نبوده. شما انشالله میری با 15 میلیون رازیش میکنی. فقط شما حوالی 9 صبح فردا
بیاین دفتر. آدرسو که دارین؟ بله. خداحافظ شما. خداحافظ. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. آقا ببخشید، میخواستم یه چیزی بهتون بگم. با عزتون. راستش من دیروز روم نشد به اون آقای بگم. من باردارم. اگه مرتضی آزاد نشه نمیتونم این بچه رو بگم. دنبال چی میگردی؟ این سکه ها کجاست؟ میخوای چی کار؟ میخوام، لازم دارم. لازم داری یا میخوای خیرات کنی آقای خیر؟ این چه طرز حرف زدنه؟ میگیرم میذارم سر جاش. اون 5-6 تا سکه به چه دردتون میخوره؟ میگم میگیرم تو چرا به من چونه میزنی؟ چونه نزنم؟ تو از شکم زن و بچت داری میبری میدی بین اون. ماشین بس نبود؟ اون ماشین رو فقط تو استفاده میکردی، من آدم نبودم. میترا چرا اینقدر بحث ماشین رو پیش میکشی؟ پیش نکشم؟ همون 4 ماه پیش که ماشین رو بردن خودتو گفتی فکر کن نداشتیش. گفتی یا نگفتی؟ من غلط کردم گفتم. خواستم تو آروم باشی. چرا خودتو میزنی به نفهمی؟ جلال یکم عاقل باش. چیکار باید بکنم عاقل باشم؟ این مسخره بازی چیه در آوردی؟ چرا خودتو مسحک اینو اون کردی؟ شوهر سارا زنگ زده میگه این چه کاریه جلال داره میکنه. میخوای ماشین تو بفروشی؟ بفروش. راه بهتری واسه خیرات کردن نبود. باید آگهی بدی. چی کار میخوای بکنی؟ میخوای بگی من قهرمانم؟ تو که زن من اینطوری فکر میکنی مردم چی باید بگن؟ چطوری فکر کنم؟ تو اصلا من آدم حساب نکردی ازم نظرمو بپرسی. من اولین نفر به تو گفتم. فکر کردی من خرم؟ فکر کردی نمیدونم درد تو چیه؟ 11 ساله دارم با این درد بی‌درمان تو زندگی میکنم جلال. یه نگاه به خودت بنداز. انگار اون بچه دیروز مرده. حالا این کارا رو بکنی بچه برمیگرده؟ نگاه کن دستتو چیکار کردی؟ جلال چرا با خودت اینطوری میکنی؟ ما چند دفعه بعد این بحثو با هم دیگه بکنیم. به خدا مسئله من ماشین نیست، ماشین فدای سرت. چرا با خودت اینطوری میکنی؟ تو اون موقع هر کاری از دستت برمیومد کردی، نشد. میشد. اگه یه مرد توی این شهر پیدا میشد. حالا نبود. تو که خدا رو قبول داری. خدا اینطوری خواست. خدا اینجوری نخواست. خدا اینجوری نخواست. وقتی من لنگ 5 میلیون تومن بودم یه مرد تو این شهر پیدا نشد دست منو بگیری که بچم تو بغلم نمیره. اون بچه که فهمش به خدا نمیرسید، اون بچه انتظار داشت باباش کمکش کنه که نمیره. به هر سگی رو زدم دستامو بگیره. تا همین روزنامه‌های کثافت، تو همین روزنامه‌های کثافت، یه مش نوزون خور، یه مش حیوان. بگی اینو بخور. دیگه من فرقی نمی‌کنه که چی میگه. بذار هر چی میخواد بگه. میخواد بگم احمق به درک، میخوام بگن عاقل نیست به درک دنبال آدم عاقل میگردی. این عاقل، این عاقل، این عاقل. درد خودم آگهی کرد.
چرا فکر میکنی من نمیفهمم؟ 1000 دفعه گفتم اون بچه منم بود. خیلی بی معرفتی جلال. بیا بگیر، همه یه دونه است. بقیه‌اش هم رهن بانکه. اما به خدا این راهش نیست. علی جان، یه دقیقه منو نگاه کن. علی، علی 10 شد. الان بغضت برای چیه؟ قربونت برم، من که تو راضی نباشی نمیرم که. نگاه کن منو علی، یه دقیقه منو نگاه کن. یه نیم ساعت دیگه هم صبر بکنیم ها؟ باشه. تو رفتی در خونه امنت؟ بله. خب چی شد؟ با 15 میلیون رضایت میدم. چی میگه؟ میگم یا دیگه رو بده یا از مرتضی جدا شو. پسر عمت تو رو میخواست. پدر مادرت کی فوت کردن؟ تو زلزله بم زندگی میکردیم؟ تو برهوت. کجا؟ برهوت.
نمیخواین بازم صبر کنیم؟ نه اگه قرار بود بیاد تا حالا اومده بود. میتونم یه چیزی بپرسم؟ بپرس. چرا این کارو میکنی؟ تو فکر میکنی من اشتباه کردم؟ نمیتونم. دیرت نشه.